البته هر انسانی که اگر مهمات داری یا مشکلات داری، یک نارسایی داری، میخوایی که همون حاصل شود، اولین عملی که انجام میدهی این نماز است. نماز خوان، نمازها را بردوام کردن بگیر، یعنی نمازهای غیر فرضی را و سوی پروردگارت زاره و تولا کن، انشاءالله آن مهمات و مشکلات تو همه حل می شود. و دوم، حضرت ابی دردا که راوی این حدیث است میگوید پیغمبر خدا گفتن هر کسی اگر حاجت داشته باشد، یک مشکلات پیشش می آید، تا که این مشکلات دور بگرداند، باید هر یک سحر و بیگاه این کلمات را تکرار کند: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. این کلمات را 7 بار سحر، 7 بار از قسم بیگاه میگوید، انشاءالله آن مهمات و مشکلاتی که دارید همه دور و برطرف می شود.